بابا علیزا، آمازون که خیلی وقت اشباع شده، مثل همه بازارهای دیگه. مردم هم خودشون میدونن. حالا ما برای اینکه یه بازارگرمی بکنیم یه چی میگیم دیگه. ببین چی میگم؟ چیکار می‌کنی؟ داری پول می‌گیری؟ نداریم دیگه. سلام. این چند ثانیه اول ویدیو رو تماشا کردید. حقیقتا این دغدغه برخی از دوستان هستش که توی کامنت هم میگن که آمازون واقعا اشباع شده. حقیقتا من از اواخر 2017 در واقع کارم رو توی آمازون شروع کردم و سال 2018 2019 2020 2021 2022 و حتی همین 2023 همیشه این سوال رو شنیدم که واقعا آمازون اشباع شده؟ آیا امسال هم میشه در واقع این کار رو شروع کرد؟ و من دوستانی دارم که باور بکنی 5 ساله دارن همین سوال رو از من میپرسن و واقعا من تنها کاری که میکنم میخندم به این موضوع، چون که اصلا بحث اشباع شدن در واقع در یک بازار مطرح هست، نه یک پلتفرم. وقتی من میگم آمازون اشباع شده، مثل اینکه بگم مثلا فروش آیا اشباع شده؟ پلتفرم هیچ وقت اشباع نمیشه، بازار یک محصول اشباع میشه. مثال میزنم، فرض بکن من 5 سال پیش که کارم رو شروع کردم در واقع یه گلدون انتخاب کردم و وارد بازار گلدون شدم. 5 سال پیش نقطه ورود وجود داشت، رقابت پایین بود، من ورود کردم و الان فروشنده موفقی هستم. اگه الان خودت یا اصلا نه خود من یه برند جدید بخوام ایجاد بکنم و همون محصول همون گلدون رو بخوام وارد اون بازار بکنم، اصلا دیگه نقطه ورودی وجود نداره. چرا؟ چون تعداد فروشنده ها زیاد شده، رقابت به شدت بالا رفته و هزینه ورود به اصطلاح بازار یا هزینه‌های رقابت خیلی زیاد شده. بنابراین اون بازار اشباع شده. اما در واقع هنر چیه؟ هنر این که تو بتونی نقطه ورود رو پیدا کنی. در آمازون بیشتر از 600 میلیون محصول وجود داره که 1001 به هر حال بازار مختلف وجود داره که همیشه یه فرصت هست، هر روز بازار جدید داره شکل میگیره. تو هنرت در واقع اینه که یاد بگیری که چطور این بازارها رو پیدا بکنی. متوجه هستی؟ بنابراین آمازون یک پلتفرم اشباع نمی شود، اما بازارهایی که در واقع وجود دارد در این پلتفرم میتواند اشباع بشود. حالا یه نکته جالب میخوام بهت بگم که در بازارهای اشباع هم اتفاقا میشه ورود کرد، اما به 2 شرط. یک، اینکه محصولت واقعا یونیک و منحصر به فرد باشه، یک ارزشی رو به بازار اضافه کرده باشه. مثلا مثل برند آپرایت گو که تو تصویر صفحه‌شو می‌بینی، اومده در بازار پاستچر کرکتور در واقع یک واقعا اینویشن و یک خلاقیتی به خرج داده، با یک محصول کاملا متفاوت وارد شده که عملا در راستای برطرف کردن نیاز همون حوزه هستش. متوجه هستید؟ بله، این در واقع محصول در بازار اشباع هم تونسته وارد بشه و موفق بشه. مورد دوم مارکتینگ استراتژی هستش. پس تو اگه محصول درست و یونیکی وارد بازار حتی اشباع بکنی و مارکتینگ استراتژی خوبی داشته باشی، میتونی حتی در بازار اشباع هم ورود بکنی و نتیجه خوبی رو بگیری. در کل دوست من، این بیزینس جزئیات بسیار زیادی داره که یکیش مثلا همین بحث انتخاب درست محصول هست که به نظر من اولین قدم و مهمترین قدم تو این بیزینس هست که به تنهایی باور کن میتونه باعث شکست یا پیروزی بیزینست بشه. من یک پروگرام کوچینگ 1 ساله دارم که قدم به قدم 0 تا 100 آمازون رو بهت آموزش میدم. از همین مهمترین قدم که در واقع مرحله انتخاب محصول هستش گرفته تا لانچ موفق محصول توی آمازون به تو آموزش میدم و خودم هم به مدت 1 سال قدم به قدم در کنارت هستم تا بیزینست تو به صورت موفق توی آمازون راه اندازی کنی. اگه میخوای شرایطش رو بدونی، کلمه کوچینگ رو توی کامنت بر من بنویس، شرایطش قدم به قدم برات ارسال میشه و بعدش میتونیم یه مکالمه 30 دقیقه‌ای رایگان هم داشته باشیم در مورد شرایطش بیشتر صحبت کنیم. کلمه کوچینگ یادت نره.